السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولای عزیز، یک سوال داشتیم، بسیار سوال مهم و حرکت میکنم که سوال آسان‌تر کردیم. 4 خواهر هستند، در یک عائله 4 خواهر. بعد پدرشان گذشتگی، اخیرا مادرشان هم گذشتن این دنیا. مقصد هر 4 دختر به میراث تقسیم کرده شدگی است و میراث آخران دختر رو یک خواهری دیگر مثلا گرفتگی در همون خانه گوییم، همون کوارتیر حسابی در نام آخران دختر هست، لیکن یک خواهر دیگرش گرفتگی همون استفاده برده ایستاده است. مقصد این آخران دختر راضی است، یگون چی ندارد و لیکن در دلش فقط یک چی دارد، غم دارد که برای چی میراث من در دست من نیست. این یک غمی همین آخران دختر هست و همین سوال همین که اگر این همین گوید در همون خواهرش که و همون خواهرش گوید که خانه مرا خالی کن، جنگ میشد و خواهرش یک حساب مقصد جنجالی است. اگر نگوید غم دارد در درونش، فقط چیکار کند؟ یک مصلحت میدادید الله. بله، مسئله میراث این حق است و کسی که حق دیگر کس را میخورد، علل خصوص حق خواهران خود، حق برادران خود، البته این گناهش عظیمتر است از اینکه یک حق بیگانه را خورد. الله سبحانه و تعالی به نیکی کردن به خویشاوندان امر کرده است و نزدیکترین خویشاوندها بعد پدر و مادر این خواهران و برادران هستند و حق بیگانه را خوردن، این حق بیگانه را خوردن است، یک گناه است. اما حق خویشاوندان را خوردن دو گناه است، هم پایمال کردن حقوق خویشاوندی، هم خوردن حق دیگر کس است. میراث را الله سبحانه و تعالی حتی به پیغمبرها حواله نکرد. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله شما را وصیت میکند ای پدر و مادر که میراث فرزنداتان جدا کرده شود. للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد نصیبه 2 دختر، یعنی یک بچه، پسر بچه نصیبه 2 دختر را میگیرد. یعنی دختر اگر 500 سوم گیرد، پسر 1000 سوم میگیرد، 2 مراتبه میگیرد. این تقسیمات الله از بالای 7 قبت آسمان است. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی پرسیده نمیشد از حکمی که میکنه، ولا معقب لحکمه. کسی حق ندارد که حکم الله تعالی اومده از قفا محاکمه کند. الله تعالی ذات علیم است، دانا هست، میداند به کجا چه خیل حکم کند. تنزیل من رب العالمین. این قرآن نازل شده از جانب پروردگار تمام عالمیان است. وقتی که دختر تولد شد 1 گوسفند کشته میشد، پسر تولد شد 2 گوسفند کشته میشد. واستشهدوا شهیدین من رجالکم. اگر در یک مسئله شاهد بیارید 2 مرد شاهد بیارید. فإن لم يكونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء. اگر 2 مرد نیابید، 1 مرد و 2 زن یابید از آن شاهدایی که راضی هستید. الله تعالی در بسیار جایها یعنی حقوق زن و احکام زن را از احکام مرد فرق کنانیده است، از جمله در میراث. للذکر مثل حظ الانثیین. پسر بچه 2 برابری نصیبه دختر میگیرد گفت الله تعالی. لیکن از جای دیگر وقتی که به سر پدر مصیبت می آید، مشکلی می آید، اون مالی که بر ذمه پدر واجب شد و الله سبحانه و تعالی بر ذمه پسرها تقسیم کرد، نه بر ذمه دختر. چون که دختر شوهر میکند و وقتی که شوهر کرد مال ندارد. در اکثر احوال دختر مال ندارد. رزق او، نفقه او بر ذمه شوهرش که هست. شوهرش کار میکند، پول دارد، مال شوهرش است. او وظیفه دار است که برای طعام و لباس زنش صرف کند، لیکن وظیفه دار نیست که برای پدریش دختر، پدری همسرش صرف کند. بنابراین الله تعالی وقتی که به سری پدر اگر یگان مصیبت آمد، مثلا پدرش ناخواست یک انسان به قتل رسانید، با ماشین زد یا با ناخواست یعنی قتل خطا کرد، بر ذمه‌اش 100 شتر واجب شد و 100 شتر داده نمیتواند.
الله تعالی به پسرهاش، به برادرهاش، به آن آدمهایی که میراثش را میخورد، الله تعالی بر ذمه آنها تقسیم کرد. این مال بر ذمه دخترها تقسیم نکرد. ببینید، به دخترها دادن هست ولی از آنها گرفتن نیست. بنابراین الله سبحانه و تعالی احکم الحاکمین است، حاکم ترین حاکم ها، و الله تعالی عادل است و ظلم نمی کند کسی را. بنابراین برای بچه ها نصیبه 2 برابری دخترها داد و عموما میراث را الله تعالی خودش از بالای 7 قبط آسمان تقسیم کرد و این دلالت به مهم بودن تقسیمات میراث میکند. کدام دختری که حق خواهران خود، حق برادران خود را از سبب آنکه پدر و مادرش خانه را به نامش کرده رفت است نمیدهد، او حق برادران و خواهران خود را خورد است. اگر در دنیا آنها کار نگرفتند، بله کار نگیرید، لیکن نصیحت کنید که خوب میشد که به موافق شریعت تقسیم میشد. بعد کسی خواهد حق خودش را به کسی خواهد بخشد، یا مراتب طبق شریعت تقسیم کرده شود. بعد از آن کسی خواهد به خوردی میدهد، به کلانی میدهد، حق خودش را به کسی خواهد دهد. لیکن یا مراتب باید حق به صاحبانش تقسیم شده. بعضی علما گفتند که این از علامت سوء خاتمه هست، یعنی خاتمه بد است که انسان پیش از وفاتش میراث به غیر تقسیمات الله تعالی تقسیم کرده وفات کند. گفت که هر چیزی که از من ماند از آن خورده از گفته رود، این عاقبت بد است، سوء خاتمه میگن. خاتمش با پایان عملی بد انجام یافته است. برای چی؟ الله تقسیم کردگی چیز را خلافش رو تقسیم کرده رفته است. اون مال وقتی که جانتان به غرغره آمد دیگه مال شما نیست، دیگر مال میراث خوران است. بنابراین باید طبق شریعت تقسیم کنه. بنابراین اگر خواهید که به پدر و مادرتان هم نیکی کنید و با آنها هم در قبرشون عذاب نکشند، میراثت حق برادر و خواهراتون طبق شریعت ادا کنید. بله دامولا جان بخشش همین ما نمیخوایم همین چیزا، لیکن طلب نکنیم هم یگون گناهکار نمیشود همین انسان. اگر طلب نکنید هم به هر حال وای حقی کسی قصداً کشیده گرفته است. وقتی ما طلب میکنیم اینجا جنگ میشود. برای بله. جنگ میشدنش ما طلب نمیکنیم. شما خوب میکنید برای اگر ما طلب در کار هم نیست. لیکن اون آدم گناهکار میشه. خوب دامولا جان رحمت کلام برکت. سلامت باشید. و پول و مال شده خویشاوندی رو کنده نکنید. علاقه خویشاوندی از پول و مال قیمت است. کدام آدمی که عمرش اگر خواهد که دراز شود، پول و مالش اگر زیاد شود، با خویشاونداش رفت آمده زیاد کند، با آنها نیکی کند. اگر شما به $10,000 باشدم، $1,000,000 باشدم، یا میراثی پدر ظلمان گیرید و از بینی تا میبرد. او مال شما نیست، او مال کس است. الله تعالی برکش میگیرد، چون که شما حقی برادران و خواهران خودتون رو پایمال کردید، یعنی که قطیعت الرحم کردید، خویشاوندی کندید. علاقه خویشاوندی کندن جزاش در دنیا میبیاد، هم در آخرت هم در دنیا. بعضی گناه‌های هست که الله تعالی در دنیا جزا نمیتید. یک آدم بین خودش و بین الله تعالی گناه میکند، با آدم‌ها دخلش نه، خودش گناه میکند. شاید الله تعالی در دنیا جزا نتید، مهلت تید، در آخرت جزا تید اگر توبه نکرده مرد. لیکن جزای قطیعت الرحم، آن آدمی که با خویشاونداش علاقه را میکند، به خویشاونداش ظلم میکند، به بیگانه ها ظلم کردن ظلم است. ظلم حرام است. ظلم الله تعالی برای خودش حرام کرد، برای خلقش هم حرام کرد. لیکن بین خویشاوندا این گناهش عظیمتر است. باز بنابراین به خویشاوندا چقدر میتوانید نیکی کنید و شما فکر نکنید که با این یک خانه 2 خانه بای میشید و زندگیتان خوشبختانه میشد. اون خانه برایتان نصیب روزی نمیکنه. در آن خانه خوابی خوش نمیبرید، زندگی خوش نمیبینید. بنابراین طبق شریعت میراث تقسیم کنید. الله اعلم.